بزرگترین پروژه ملی افغانستان، کانال قشتپه. پروژه کانال قشتپه در زمان حاکمیت محمد داوود خان بر افغانستان و بین سالهای 1352 تا 1357 طراحی شد، ولی به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در ماه حمل سال 1401 هجری شمسی کار ساخت آن شروع شد. در طرح اولیه در زمان محمد داوود خان قرار بوده هر 43 کیلومتر این کانال آبی در 1 سال ساخته شود. اما کانال قشتپه طی 3 فاز اجرا می شود.